سلام، خیلی خوش اومدین به کانال ماهایا تاروت. با یک انرژی خوانی دیگه در خدمتتونم. موضوعی که این بار میخوایم از کارت های تاروت بپرسیم این هست که از اون کسی که رفته چه خبر؟ طبیعتا منظورمون از اون کسی که رفته کسیه که رابطه رو قطع کردین باهاش و یا این فرد خودش شما رو تنها گذاشته و رفته، یا اینکه شما باعث شدین که اون فرد فرار کنه یا یه همچین چیزی. اوکی. خب بریم ببینیم ماهیت این رابطه چطور بوده. اگر که دوست داشتین میتونین این قسمت بر زدن کارت ها رو رد بکنین، ولی برای من باعث میشه که تمرکز بکنم. خب مسئله اعتماد در میان بوده. اعتماد نداشتین به هم دیگه، یا اینکه اعتماد یکیتون خدشه‌دار شده. خب دیگه چی؟ و اینکه یه نفر از شما، دو نفر هنوز به فکر رابطه قبلی خودش، حالا با شخص قبلی که در رابطه بوده، غیر از شما و غیر از فرد مقابل. یکیتون به فکر رابطه قبلیش بوده و هنوز اون انرژی رو رها نکرده بوده. شما به فکر یه نفر هستین که دیگه باهاش در رابطه نیستین، الان خودتون با رابطه با کسی دیگه ای هستین، ولی هنوز به اکس خودتون فکر میکنین. اینکه به اکس خودتون فکر کنین خودش یه شخص ثالث توی رابطه است. اوکی. ببینیم که اگر طرف مقابلتون با شما میخواست صحبت کنه چه چیزهایی داشت که بهتون بگه. میگه من نمیتونستم که عشقم رو نسبت به تو فاش بکنم و الان پشیمونم. و تو همیشه خیلی تو لیاقت خیلی بیشتر از اون چیزی رو داشتی که من قادر بودم بهت ببخشم از احساسات و از عشق. و حالا من دارم سعی میکنم که از طریق رویاهام به تو متصل بشم، خوابت رو ببینم، بهت فکر بکنم، توی رویاهای روزانم دی دریمینگم به تو فکر کنم، اسم تو رو بیارم. توی دنیای ارواح، منظور اینه که توی دنیای عالمی فرا سه‌بعدی، فرا زمانی، فرا مکانی، توی اون عالم تو تنها کسی هستی که برای من مقدر شده. اوکی. اعترافاتش چیه؟
دلم میخواد بهت بگم چه احساسی دارم. احساسم اینه که میخوام دوباره مثل اون موقعی که با هم دیگه بودیم باشیم. چجوری بودین؟ سایکیک کانکشن. کسی که این رابطه رو به هم زده خودش هم نمیدونسته که یک ارتباط سایکیک روحی، یک ارتباط روانی و فکری قوی بین شما دو نفر بوده. شما دو نفر میتونستین فکر همدیگه رو بخونین. نه فقط نیازی نبوده حتما یه چیزی رو برای همدیگه، یک احساسی رو برای همدیگه توضیح بدین کلمه به کلمه. فقط کافی بوده که به همدیگه نگاه کنین. از چشمای هم میتونستین بخونین که چه اتفاقی داره میفته و قضیه چی بوده. و love language gift giving، خب بازم دوباره همونه. شما خاطرات خیلی قشنگی رو دارین از بودن با هم. شما به شیوه بسیار زیبایی ابراز احساسات میکردین به هم و چقدر حیف، برای واقعا چقدر بد برای اون کسی که این رابطه رو رها کرده. و چون اون کسی که این رابطه رو رها نکرده و رها شده آلردی این توانایی رو داره که یه همچین رابطه رو با یک نفر دیگه هم داشته باشه. best friends، بهترین دوستای هم دیگه بودین. چون بلده عشق بورزه، چون بلده زبان عشق رو بلده. ولی کسی که این رابطه رو رها کرده و رفته شاید فکر میکرده با همه میتونم یه همچین رابطه ای داشته باشم. من اصلا کلا به هم، من اینجوریم. ببینین خب دیگه چی؟ خب از این دیگه چیزی نیومد. ببینیم الان این فرد بیشترین احساسی که بیشترین مرکزیت، در واقع مرکزیت انرژیش چی هست؟ داره سعی میکنه بالانس بیاره به زندگی خودش و داره سعی میکنه اصلا قضاوت نکنه شرایطی که پیش اومده رو. دیگه چی؟ پراید.
کسی که داریم در موردش نیت میکنیم داره سعی میکنه بدون اینکه شما رو قضاوت بکنه در مورد اتفاقی که افتاده به زندگیش ادامه بده و یک هارمونی بیاره به زندگیش، یک توازن زیبایی بیاره به زندگیش. و از طرف دیگه میدونه که مفهوم غرور با فرکانس بالاش چی هست. مفهومش این هست که خودش رو دوست داشته باشه و در هر کسی بتونه خودش رو ببینه. اگر مثلا اگر سر کارش هست یه نفر میاد یک ارباب رجوعی هست، عصبانی، خشمگینه و سعی میکنه که با زبان خشم صحبت بکنه، این فرد با دیدن خودش در اون فرد، در اون ارباب رجوع، میفهمه که اون از چیزی خسته است، از چیزی ناراحته و حالا نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، در فرکانس پایین قرار گرفته، حالا به هر دلیلی، و باید باهاش صبور بود. به فرض مثال، هرچند کار خیلی سختیه، ولی خب این درس خیلی بزرگی هست که این فرد یاد گرفته. منظورم این هست که که بتونه خودش رو در هر کسی ببینه، در هر کسی نیمه ای از خودش رو ببینه، چون واقعیت همینه. همه ماها یک تیکه پازلی از یک واحد، یک وحدانیت هستیم. اوکی، ببینیم که الان چه کار میکنه، احساسش چی هست. الان با یه مقدار بار سنگینی رو داره به دوش میکشه. شاید به نظر بقیه یه شخص عبوسی بیاد، به هر جهت خسته است، ولی همچنان داره سعی خودش رو میکنه که اونطوری که باید و اونطوری که درسته عمل کنه، ولی واقعا خسته است. بار سنگینی رو داره به دوش میکشه، ولی احساس میکنم داره سعی میکنه به روی خودش نیاره. از طرفی داره سعی میکنه خودش رو دوست داشته باشه. با وجود اینکه این بار سنگین رو داره به دوش میکشه، سعی میکنه هوای خودش رو هم داشته باشه. Ten of Cups. احساس عشق زیادی داره. ببینم هنوز به شما فکر میکنه، چه احساسی داره نسبت به شما. واقعا خیلی دوستتون داره، خیلی زیاد، اما اینطور نیستش که بخواد. دوست داره بیاد به سمتتون، اما اینو بیشتر سپرده به دست روزگار. یعنی انرژی عشق درش خیلی زیاده، اما احساس میکنه که شما در نقطه مقابلش قرار دارین، یا بعضی از وقتا احساس میکنه که احساس میکنه که باید دو تا انرژی متضاد رو با همدیگه افسارشون رو به دست بگیره و بخواد این دو تا انرژی متضاد رو با هم توی یک مسیر بندازه. انگار یه وقت دلش میگه آره، یه وقت دلش میگه نه، نمیتونم. ولی واقعیت اینه که توی هر دو جهت دوستتون داره. و انرژی دیگه ای هم که میبینم اینه که احساس میکنه که این عشق رو کائنات بهش هدیه دادن. این عشقی که حالا رهاش کرده یا رها شده،
احساس میکنه هدیه‌ای از طرف کائنات بوده و خیلی احساس اشتیاق میکنه. هنوز میل و اشتیاق در این فرد زنده هست نسبت به شما. میخوام که ببینم این بار سنگینی که به دوش میکشه بقیه الان چطور میبیننش. میخوام ببینم اطرافیانش، به چشم اطرافیانش این فرد چه جور آدمیه. آیا بقیه هم این غم رو در وجودش احساس میکنن؟ خب جوابی نمیده به من این دک. همونطور که گفتم داره سعی میکنه توی محیطی که کار میکنه یا زندگی میکنه، حالا به هر حال محیط اجتماعی اطرافش، محیط خانوادهش، داره سعی میکنه اون بهترین و درستترین شکل ممکن از خودش رو نشون بده. ولی خیلی صبر داره میکنه. یه انرژی خاک وقتی که اینجا باشه، انرژی زمین یا انرژی سکه، همه میبینن که داره تلاش میکنه از لحاظ مالی به خصوص بیشتر این سو و این جهت هست. کسی انگار به کسی نشون نمیده که چی میخواد. Six of Pentacles, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles, Page of Swords, Seven of Cups. اوکی. خیلی به خاطراتتون فکر میکنه و به اینکه این رابطه چقدر براش مفید واقع شده و به خصوص اینکه اعتماد به نفسش رو در محیط کاریش بالا برده. همچنین به حرفایی که زده شده، به حرفای نیشداری که زده شده فکر میکنه و به اینکه اون انرژی بچگانه‌ای که باعث شده که به کیس‌های دیگه‌اش فکر بکنه. حالا این انرژی بچگانه احساس میکنم بیشتر از سمت خودش هست، شاید هم از سمت شما بوده، ولی بیشتر احساس میکنم از سمت خودش بوده. دقیقا. ولی الان از لحاظ احساسی منزوی شده. من نمیبینم که کس دیگه ای این کاری که کرده باعث شده از لحاظ احساسی منزوی شده. احساس میکنم رفتش سراغ گزینه‌های دیگه‌اش. این گزینه‌های دیگه حتما گزینه احساسی میتونه نباشه. ممکنه همین گزینه کار کردنش باشه. یعنی شاید یک حرفی زده شده، حرف نیشدار و کنایه‌آمیزی زده شده که دلش رو زده و باعث شده که بخواد به چیزای دیگه نگاه کنه، اطرافش رو بخواد ببینه دیگه چه چیز جالبی اطرافش هست. چون دلم از این قضیه خیلی مثلا رنجید، نمیخوام دیگه بهش فعلا فکر کنم. یک رنجیدگی خاطر اینجا دیده میشه. ببینم چی میگه بهمون. خیلی دوست دارم بدونم که
به شدت نیاز به بالانس داره این فرد و داره سعی میکنه بالانس و چون میدونه اگر که بخواد یک دید واضح و یک اینسپایریشن درست رو به درون خودش راه بده که بتونه عمل بکنه و طبق اون عمل بکنه، نیاز هست که روحش رو پاک بکنه و یک توازنی در زندگی خودش ایجاد بکنه. خیلی اینجا انرژی زمین آمده، انرژی خاک اومده و برای همینم خیلی محتمل هست که این فرد متولد عنصر خاک باشه یا اینکه متولد سالی باشه که خاک باشه، یعنی اینکه متولد اردیبهشت، شهریور یا دیماه باشه یا اینکه متولد از لحاظ زودیاک چینی متولد سالی باشه که عاملش خاکه، مثلا متولد 1357 56 و یا متولد سال 68 و 67 میتونه متولد این سالها باشه و داره از زمین در نتیجه انرژی میگیره. داره سعی میکنه عادتهای بدی که داشته رو، خیلی من دارم میبینم فردیه که همونطور که اینجا چریت اومد، چریت یک انرژی هستش که با این که داره یک عرابه‌ای رو میرونه اما خودش نمیدوه، که عرابه رو میرونه اما خودش ثابته، اما در حرکته. میدونین متوجه هستین چی میگم؟ میخوام بگم که این خودش نیستش که داره عرابه رو گذاشته رو کولش بدو بدو میکنه، بلکه داره سعی میکنه با استفاده از نیروی بیرونی غیر از خودش و فقط با هدایت کردن خودش عرابه رو به جلو برونه و خیلی این انرژی درش قوی هست. و جالب اینجاست که چریت هم نشونه آسترولوژیکش کنسر هست، کسی هست که متولد ماه تیر باشه، هرچند تیر آبه البته، اینم بگم، اما ممکنه متولد این ماه هم باشه به خاطر اینکه داره سعی میکنه عادات بدش رو بریزه بیرون و با واقعیت درونی خودش روبرو بشه و وقتی با این عادت‌ها روبرو شد، با این واقعیت درونی خودش روبرو شد، عادات بد رو بریزه بیرون و از نو خودش رو بسازه، مثل یک ماری که میتونه متولد 50 و عذرخواهی میکنم میتونه متولد سال 68 باشه این فرد. و حالا میتونید حساب بکنیم بعد از سال 68 کدوم سال خاک بوده. اجازه بدین که برام 57 گفتم، 57 58 67 68 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 79 و 78 اگه اشتباه نکنم. به هر حال خاک هست، از سال چینیش خاک هست، میتونیم توی اینترنت بزنیم. بله این از این.
که ببینم که آیا به همدیگه برمیگردین؟ آیا این فرد فکر برگشتن تو سرش هست اگر آقاست؟ بله. و وقتی هم که برگرده این آقا بهش هیبت امپراتور خواهد بود، یعنی کسی که دیگه واقعا خیلی خودسازی کرده. اگر که آقا هست به فکر برگشتن خواهد افتاد. البته این برای کسانی هست که خیلی از رابطه نگذشته و تا اینجای داستان با این سناریو هماهنگ هستن، دست کم 80% 70% با این سناریو اومدن جلو. برای بقیه احتمالش کمتر هست، ولی خب احتمالش هست چون توی فالتون افتاده. اگر خانم هست آیا احتمالش آیا برین به سمتش؟ آیا منتظرتون هست؟ ممکنه که بگین چرا خب خانومه نیاد. خب خانومه درستش اینه که نیاد، چون اگرم که بیاد شما اونطور که باید تریتش نمی‌کنین. شما به عنوان یک جنتلمن درستش، مگر اینکه اشتباه فاحشی کرده باشه که بخواد بیاد و ازتون عذرخواهی بکنه و بره. و در این صورتی که شما اون وقت باید بهش بگین اوکی عذرخواهی تو کردی، نرو لطفاً بمون. خب این کاری که یه جنتلمن واقعی انجام میده. چون هر چیزی هم که باشه جای خانم و آقا تعریف شده است، مخصوصا توی جامعه ایران، مگر اینکه نسل جدید بخوان کلا بزنن از نو، بکوبن از نو بسازن. ولی بازم من به خانم‌ها پیشنهاد میکنم که این خانم‌ها نیستن که باید پیش قدم بشن، هرچند بعضیشون من جمله خود من بارها این کار میکنم. اوکی، کارت ماه و کارت خورشید یک واقعیتی مشخص میشه به زودی براتون. یک چیزی مسئله پنهانی براتون مثل روز روشن میشه و خیلی مفید خواهد بود براتون. اگر این طرف مقابلتون خانم هست، نیتم بود که اگر خانم هست آیا میاد پیشتون؟ بله میاد ازتون عذرخواهی بکنه یا هرچی اگر تقصیر خودش بوده. و اگر نه همچین انتظاری رو نداشته باشه، شما بریم به سمتش، در باغ سبز بهتون نشون میده، شما رو رد نخواهد کرد، منتظرتونه. قبل از اینکه بخواد بذاره و بره این کار رو انجام بدین اگر آقا هستین. اجازه ندین سوء تفاهم به وجود بیاد بینتون. دوباره اینطور نباشه که یک نفر از شما دو نفر بخواد به اکسش فکر بکنه، به گزینه‌های دیگه‌اش فکر بکنه. اگر میخواین این رابطه جلو پیش بره میبایستی با خودتون خیلی رو راست باشین، همونطور که طرف مقابلی همچین انرژی رو داره. اگر اون شخص داره خودش رو به اون انرژی بالا میکشونه و خودسازی میکنه، شما هم باید در مقابل این کار رو انجام بدین. اوکی، ببینم چی میشه نهایتا. کارت ها بهمون میگن. بله این اتفاق میفته، خیلی محتمل هست که این اتفاق بیفته. 9 جام آمد و 9 جام نمادی از آرامش و آسایش هست. هرچی هست از شما به آسایش روحی خواهید رسید. حالا آیا از طریق برگشتن به پیش همدیگه هست؟
بله، اقدام بکنین. اگر که میخواین با این شخص صحبت بکنین، اگر آقا هستین حتما این کار رو انجام بدین. این شخص منتظر شماست. به خاطر اینکه خسته هست. حتی اگر دیدین در موقعیت اول چیزی نمیگه، به هر حال شما آقا هستین. مرد هر طور که حساب بکنین تا قیام قیامت هم که باشه از اول شکارچی بوده و تا آخر میخواد این انرژی و احساس شکارچی بودن رو حفظ بکنه. در نتیجه این کار رو انجام بدین. ممکنه متولد سال موش هم باشه ها. متولد سال موش باشه. ام. قبل از اینکه طرف مقابل بخواد ازتون ناامید بشه میتونین اقدامی بکنین و به سمت هم برگردین. خب اگه با هم باشین آیندهتون چطور خواهد بود اگر به هم برگردین؟ خانومی که توی این رابطه است یه مقداری قصه داره و احساس تنهایی میکنه و احساس اینکه اونطور که باید بهش رسیدگی نشده، با اینکه اشتیاق زیادی هم داشته. و من احساس میکنم کسی که اینجا خاطی بوده آقای رابطه بوده. این انرژی رو میبینم که این خانم شمشیرش در دستش خواهد بود. آقای این رابطه میبایست بیشتر تلاش بکنه تا بتونه دل این خانم رو به دست بیاره، چون آب رفته از جو بر نمیگرده. اوکی، تلاش خودتون رو بکنین. به هر حال قبل از اینکه دیر بشه و این خانم کلا زده بشه از کل قضیه، بگه اصلا نخواستم، و برگردین پیشش. این انتظار داشته باشین که یکم سرد باشه، اما باید به هر حال نازش رو بکشین اگر آقا هستین. اگر خانم هستین خب آلردی شما میدونین که این قضیه چی هستش، فقط انگار که این فال رو گرفتین تا مرهمی باشه روی دردتون یا از چیزی مطمئن بشین. به هر حال خیلی خوشحال هم هستم که این انرژی خوانی رو براتون انجام دادم. امیدوارم که هر جا هستین در بهترین وضعیت روحی، جسمی و روانی و مالی خودتون باشین. تا یک انرژی خوانی دیگه، خدا نگهدار.